جدیدن تو خیابون که داری راه میری، تو گوش هر کسی یه دونه ایرپاد طرح 2 اپل داری میبینی. خب چقدر دارید هزینه میکنید بابت اون ایرپاد طرح 2 اپل؟ 300 تومن، 400 تومن، 2 تومن، 2600. و دیگه الان هر کی هم رو گوششه تعداد رجیبش در میاره دیگه، بقیه میدونن که اون ایرپاد فیکه. و الان توی وضعیتی جوری شده که دیگه کسی هم اگه واقعا ایرپاد اورجینال داشته باشه، حالا دیگه بقیه میگن فیکه دیگه. آقا اگه میخواید ایرپاد بگیرید، خب بیاید یه ایرپاد درست حسابی بگیرید، یه ذره بالاتر هزینه کنید، یه ذره پایینتر هزینه کنید، میتونید جاش یه ایرپاد خیلی خوب بگیرید. امروز اومدم یه ایرپاد خیلی خوب معرفی کنم، بازه قیمتی زیر 1,000,000 تومان. خیلی 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 خوشگله. اصلا نقطه قوت این ایرپاد تو همینجاست. اسم اون ایرپاد چیه؟ اسمش ایره. هوا کار خیلی خفنیه. خوبیش اینه که نویز ریداکشن داره، های رزولوشن کوالیتی آودیو ساپورت میکنه، یا اون گواهینامه های رزو داره که کیفیت 320 کیلوبایتی میتونید با این تازه گوش کنید و تفاوتش رو با 128 تشخیص بدید. واتر پروف یا همون ضد آب و صفحه نمایشگر به اصطلاح LED داره که میتونید درصد شارژ خود ایرپاد رو باهاش ببینید. نقطه قوت این ایرپاد دقیقا روی همون ظاهرشه. این خود ایرپاده، اصلا یه کار شاهکار. ظاهری که داره آدم یاد سفینه فضایی میندازه، اصلا انگار از خود فضا اومده. خیلی ظاهرش خوشگله. این کاری که الان دست من رنگ آبیشه، صورتی و سبزش هم هستش به اضافه سفیدش، ولی خب آبیش یه جذابیت دیگه ای داره. پورت شارژی که داره 5 ولت دیامپره که تایپ سیه. این حالا نشون میده که میتونه از شارژ سریع هم پشتیبانی بکنه. این قابلیت واتر پروفی که بهتون گفتم معنیش این نیستش که شما میتونید ایرپادتون پرت کنید تو استخر، بره تو ما 4 متر انتظار داشته باشید که این سالم بمونه. نه، این معنی اینه که مثلا دارید زیر بارون میدوید، یه بارونی داره میاد، اگه آب بهش خوردش آسیبی نمیبینه اون ایرپاد. کیفیت صدای این ایرپاد واقعا خوبه. یعنی من چند روز پیش داشتم مغازه یکی از این ایرپادهای طرح اپل رو داشتم چک میکردم، رو همین بازه قیمتی که تقریبا 900 تومن 1 تومن بودش، دیدم این از لحاظ کیفیت صدا واقعا خیلی بهتر از اونه. یعنی ارزش خرید خیلی بالاتری داره. ولی خب ما اینو میذاریم جلوی مشتری، اونم میذاریم جلوی مشتری دست رو دقیقا میذاره رو همون. و اصلا آیفون نداره نسبت آپشنایی که توی آیفون هستش که زمانی که به ایرپاد پیر میشه فعال میشه، این میخواد مثلا گوشه سامسونگ داشته باشه که خب این آپشنا رو نمیگیری فقط چم. خب وقتی اون آپشنا رو نداری و کیفیت صدای این بهتره، چرا نمیای اینو بخری؟ ظاهرش که خیلی خوبتره، حالا کیفیت صداش هم بهتره، متریال ساختش هم بهتره. و خب اینجوری تو میدونی که داری یه ایرپادی میگیری که حداقل اصل و نسب داره. اون ایرپاد پرو رو توی یه سریاشون، البته نه همشون، توی مثلا زیرزمینای آفریقا زیرزمینای چین مثلا درست کردن. اینو حالا مثلا یه شرکتی اومده مثلا تولیدش کرده. در کل کیفیت صداش خیلی خفنه. نویز ریداکشنش یه توضیح خیلی کوچیک داره، اینه که تمام ایرپادا توی مکالمه ضعف دارن، اینم مستثنا نیستش. ولی خب نویز ریداکشن توی ایرپادای هم قیمت با این خیلی بهتر از نویز کنسلینگه. چرا؟ چون نویز کنسلینگ میاد تمامی صدای اطراف رو به صورت کامل قطع میکنه و خیلی وقتا صدای شما هم به عنوان صدای مزاحم تشخیص میده و اونم قطع میکنه، صدای شما کلا نمیره. ولی توی نویز ریداکشن اینجوری نیست، تا 60% صدای محیط رو میاد کم میکنه که این باعث میشه که شما یه ذره بلندتر از صدای محیط صحبت بکنی، فقط صدای شما رو تفکیک کنه از صدای محیط و فقط صدای محیط رو ارسال کنه. من سعی میکنم که حالا توی جلوتر که داریم میریم برای بررسی میکروفونش و اینا، سعی میکنم که یه مقداری صدای خودم و از صدایی که حالا دور اطرافم هستش بلندتر کنم، ببینید کیفیت صداش چطوریه.
بریم ما هم دیگه یه تست از صداش بگیرم، من بهتون میگم وکالش چجوریه، بیسش چجوریه و تون صداش کلا چه شکلیه. بریم یه تست بگیریم ما هم دیگه و بعدش بیایم بریم سراغ میکروفونش. قبلش نوع قرارگیری رو گوشش این شکلیه تقریبا. اینو یه نشون بدم، تقریبا همین شکلی رو گوش وای میسته. خب برم برای تست صداش. بیسش تقریبا میشه گفتش که بیس بلندیه، بلنده. آره دیگه، این یه بیس خوبی بهت میرسونه. بعدی تست هم وکاله بهتره. روی یه آهنگ دیگه هم باید تست کنم ببینم که شاید از موزیک باشه. بریم روی یه آهنگ دیگه. ببین وکالش خیلی شفافه، یعنی اون صدای خواننده خیلی شفاف میاد توی موزیک. اصلا صدا بم نیستش، اصلا به هیچ عنوان بم نیست. صدای خواننده فوق العاده شفافه. بیس نرمیه، در مجموع پکیج خیلی خوبی به آدم میرسونه، لذت بخشه. این قسمتش رو من ولوم خیلی میدم بالا برای اینکه ببینم که حالا توی ولوم خیلی خیلی سطح بالا به اصطلاح چیز نشه، افته به اصطلاح کیفیت نخوره. ببین روش که نوشته مثلا های رز، واقعا مثلا شما اون جزئیات اون موزیک رو قشنگ حس میکنی، یعنی قشنگ متوجه اون جزئیات صدای میشی. اونجایی که صدای خواننده یه مقداری میاد پایینتر، یه مقداری دوباره داره اوج میگیره، به اصطلاح فشار روی این تاره صوتی خواننده بیشتر میشه، مثلا قشنگ متوجه میشی. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا اینو فکر میکنم مثلا حتما باید توی 320 کیلوبیتی باید مثلا به اصطلاح باید گوش بدی تا متوجه این موضوع بشی، ولی کیفیت صداش واقعا خوبه، یعنی واقعا خوبه. یعنی اندازه مثلا تو ایرپاد زیر 1 تومن آدم انتظار نداره که همچین کیفیت صدایی بگیره. ما الان زیر 1 تومنایی تو بازار دیدیم که واقعا صداش انگار داره تو قابلمه میاد. این واقعا خوبه.
من برم میکروفونش رو وصل بکنم به دوربین، یه تست میکروفونم بگیرم، با میکروفونش صحبت میکنیم ببینیم که چطوریه. خب صدایی که الان دارید میشنوید صدای ایرپاد ایره که من دارم باش ضبط میکنم. دور و بر من نسبتا شلوغ، تلویزیون روشنه، دارم صحبت میکنم اطرافم. حالا باید ببینیم که چقدر میتونه صدای من نسبت به صدای محیط جدا کنه و از اون زم صدای خودم چقدر داره افته کیفیت میخوره و صدا کمتر از صدای محیط داره میشه. این از تست کیفیت میکروفونشه که تا شماره 10 میشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب این بود از تست ایرپاد ایر. یه ایرپادی که کیفیت صدای خیلی خوبی داره، کیفیت مکالمه قابل قبولی داره، ظاهر فوق‌العاده خوبی داره. پیشنهاد بهتون میکنم که به جای ایرپادای های کپی و کپی بیاید این ایرپاد رو خریداری بکنید. برای خریدش میتونید وارد سایتمون بشید به آدرس projanvidat.ir و از اونجا ثبت سفارش کنید و این ایرپاد رو داشته باشید. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو با من بودید و دمتون گرم. امیدوارم که هر جایی که هستید بهترین ها برای شما باشه.